یک کسی نوشته است که در یوتیوب همین مدنی را بگین که در وضعیت خاروق گپ زند. در وضعیت خاروق ما اگر صحبت کنیم و قرآن و سنت میگیم که دو مشرکین سر هم را دوران میخورند. اینش اسماعیلیه هست، خبیث است. الله لعنتشان بکند اسماعیلیه ها را که تمام شریعت را انکار میکرد، هم باطن و هم ظاهر. آقاخانشان را که در بریتانیا است یک کافر خبیث است، اونا به سرشان اله گرفتند. یک طاغوت خبیث دیگر اونها را آمده است ادب میدهد. دیگر چیزی زیاده گفتن نمیشد در اینجا. ما شخصانی نیستیم که به خاطر منفعت کرسی، به خاطر منفعت یگان جانب از جانب ها بیایم دفاع کنیم یک مشرک رو. به مانند حزبی ها، این حزبی ها هستند که از هر حادثه میخواهند بهشون یک فایده بگیرند، اگرچه مشرک کافر شد. سه خاروق حزبی ها از به خودش فایدهشان این است که جانبدار اسماعیلیه میشوند، اسم برادر و این آن و طاغوت میزنند.